بریم سراغ 5 شخصیت منفور شاهنامه. نیاکان پادکست. در شاهنامه قهرمانای بزرگی داریم، ولی در سایه ها شخصیت هایی هستن که با ظلم و خیانت منفورترین شخصیت های ایران باستانه. شغال، برادر ناتنی رستم که باعث مرگ این قهرمان بزرگ شد که همیشه در سایه اون زندگی میکرد. ضحاک، پادشاه ستمگری که 2 مار روی شونش داشت و اون مارا باید برای زنده موندن از مغز جوانای ایرانی تغذیه میکردن. سودابه، زن کاووس‌شاه، زن زیبا ولی هیله‌گر و مکار که عاشق سیاوش میشه و باعث میشه که داستان درست شه واسه سیاوش و در نهایت سیاوش از ایران بره. گرسیوز، برادر افراسیاب که اونم توی کشتن سیاوش دستش. افراسیاب، پادشاه تورانیان و پادشاه پیمان شکن که با خیانت به سیاوش اون رو به قتل میرسونه. به پادکست نیاکان خوش اومدید. نیاکان پادکست.